سرخط مهمترین خبرها: در 9 ماه 10 میلیون دلار اضافه نویسی برق آشکار شده است. امامعلی رحمان برنامه کار حکومت برای سال آینده را اعلان می کند و دونالد ترامپ نماینده خود را به مسکو می فرستد. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامداد تقدیم شما می‌کنیم. امروز 27 نوامبر سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماهه سال روان در کشور 272 میلیون کیلووات ساعت اضافه نویسی برق آشکار شده است. مبلغ اضافه نویسی قریب 93 میلیون سومانی یا 10 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. آژانسی نظارت در ساحه انرژتیک نهاد نوتأسیس در حکومت تاجیکستان میگوید در 9 ماه 2768 پرونده برای قانونشکنی در سمت تامین برق آشکار کردند، اما مقامات در این باره جزئیات ندادند. شروع از ماه مارس امسال مقامات تاجیکستان مبارزه با دزدی برق را سخت‌تر کردند. از جمله به کدکس جنایی تغییرات وارد شد که برای دزدی یا استفاده غیرقانونی نیروی برق از 27000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. ولی با وجود سخت‌تر شدن جزا برای دزدی برق، امسال محدودیت یا لیمیت برق در تاجیکستان سخت‌تر شد. به گفته ساکنان منطقه‌های تاجیکستان، فعلا در یک شبانه روز به مردم تنها 3-4 ساعت برق داده می شود. سال گذشته به ساکنان روستاها در تاجیکستان تا 8 ساعت برق می‌دادند. مقامات کمچینی آب در آبانبار نارک را سبب اساسی کم شدن تولید برق می‌دانند، هرچند برخی‌ها به آن شبهه دارند. درباره برق یک خبر دیگر هم داریم. در تاجیکستان جزا برای استفاده غیرقانونی برق از جمله استفاده برق برای استحصال اسعار رقمی یا کریپتوالوتا سخت‌تر می شود. این لایحه قانون روز 25 نوامبر در جلسه حکومتی تاجیکستان بررسی شده است. جزئیات از این بیشتر معلوم نیست. مقامات تنها گفتند تغییرات به کدکس جنایی بررسی شده است. کریپتوالوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، چون به گفته مقامات تاجیکستان داد و گرفت طریق این اسعار مجازی به طور نهانی و یا انانیمی صورت می‌گیرد و نظارت لازم از بالای آن وجود ندارد. مقامات تاجیکستان امسال از آشکار شدن چندین ماینینگ فرم‌ها یا کارگاه‌های تولیدی اسعار رقمی خبر دادند. حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان ماه آگوست امسال در نشست خبری گفته بود که صاحبان این دستگاه‌های پولسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومانی برق را پنهانی استفاده بردند. پیش از آن بختیار ناظم‌زاده دادستان شهر خوجند ماه می امسال هم از آشکار شدن چندین کارگاه‌های تولید اسعار رقمی یا ماینینگ فرم‌ها خبر داده بود. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 16 دکامبر امسال جلسه یکجایی هر دو پالات پارلمان را دعوت کرده است. در خبری رسمی سبب دعوت جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان ذکر نشده است. منابع آگاه به رادیوی آزادی گفتند امامعلی رحمان روز 16 دکامبر پیام سالانه خود را به پارلمان و مردم تاجیکستان ارائه می‌کند. در این پیام قرار است که رئیس جمهور از کار حکومت در سال گذشته نتیجه گیری کرده و برنامه‌اش را برای سال آینده اعلان کند. جزئیات بیشتر درباره پیام امساله رئیس جمهور تاجیکستان و موضوعهای کلیدی آن معلوم نیست. همساله در ماه دکامبر رئیس جمهور تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه می‌کند. معمولا در پی پیام تلویزیون‌های رسمی روزها این موضوع را انعکاس کرده گروه‌های ویژه برای فهماندن نکته‌های آن تأسیس داده می‌شود. مخالفان حکومت تاجیکستان این رفتار مقامات به خصوص مدح و ثنای زیاد از پیام پرزیدنت را تنقید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرستاده ویژه خود استیو ویتکوف را به مسکو می‌فرستد تا درباره طرح صلح در اوکراین با ولادیمیر پوتین گپ زند. ترامپ روز 25 نوامبر در شبکه اجتماعی خود نوشت طرح اولیه صلح عبارت از 28 بند که از سوی آمریکا تهیه شده بود با شرکت دو طرف اصلاح شد و تنها چند مورد اختلاف باقی مانده است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که با دستور استیو ویتکوف با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و دون دریسکول وزیر ارتش با مقامات اوکراین گفتگو میکنند. این گفتگوها در حال انجام شدند که روسیه شب 25 نوامبر بار دیگر شهر کیف پایتخت اوکراین را هدف حمله‌های گسترده هوایی قرار داد. در این حمله‌ها دست کم 6 نفر کشته و 13 کس دیگر مجروح شدند. روز 20 نوامبر ایالات متحده آمریکا نسخه طرح صلح این کشور برای پایان جنگ در اوکراین را در اختیار ولادیمیر زلنسکی گذاشت. این طرح از 28 بند عبارت است. بر اساس این طرح اوکراین از بحر یک قسم قلمروش می‌گذرد، از تصمیمش برای پیوستن به ناتو پر دست می‌کشد و ارتشش را کمتر می‌کند. مقامات آمریکایی و اوکراینی بعد دیدار در شهر ژنو گفتند که بعضی بندهای طرح صلح را اصلاح کردند، اما جزئیاتش معلوم نیست.
دادگاه در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان 3 نفر از جمله پسر پرزیدنت سابق این کشور را با گمان غصب قدرت بازار موقتا به حبس گرفت. تیمورلان سلطانبک رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان، قادربک اتنبایف پسر پرزیدنت پیشین الماسبک اتنبایف و کوبانیچبک قادروف وکیل سابق پارلمان تا نیمه ماه ینور سال 2026 در حبس میمانند. در صورت اثبات اتهام به این افراد از 10 تا 15 سال زندان با مصادره اموال تهدید میکند. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان روز 22 نوامبر درباره بازداشت 10 نفر خبر داده همشان را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی متهم کرده بود. حالا اتهام 3 نفری آنها به غصب قدرت بازار عوض شده است. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همان روز گفت که از خانه گمانزدها سلاح مهمات جنگی، نارنجک، دستگاه ارتباطی، $150,000 و مواد مخدر یافته و مصادره کردند. گمانزدها را برای طرح‌ریزی تشکیل ناآرامی‌ها در قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی عیبدار می‌دانند، اما بازداشت شدگان و نزدیکان آنها اتهام را رد کردند. پیشنهاد دیگر کردن نام 2 کوچه در شهر رودنی در قزاقستان بحث برانگیخت. وکیلان خواستند که نام کوچه ایوان فرانکو بداستیک و 50 سالگی اکتبر به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی تغییر داده شود. اکثریت از این پیشنهادها پشتیبانی کردند، اما برخی از ساکنان با آن مخالف هستند. موضوع را همکارم کیمرسی عطا ادامه می‌دهد. بعضی‌ها میگویند ما این شهر را ساختیم و تنها ما تصمیم میگیریم که کوچه‌ها را چی نام گذاریم. ببخشید، اما شما گروهی نیستید که با هوس آمدید و بیشتر قزاقستانی ها تنها بعد از برگزاری این محاکمه فهمیدند که در شهر رودنی کوچه با نام 50 سالگی اکتبر هنوز هم هست. از این سبب تغییر نام بحث ها را به میان آورد و محاکمه یک مسئله محلی به جنجال کلان تبدیل یافت و در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر و پهن شد. همچنین پیشنهاد گردید که کوچه ایوان فرانکو به نام علیا مولداگولو و قهرمان اتحاد شوروی گذاشته شود. اکثر اعضای شورای شهری به طرفداری از آن رأی دادند. در همین حال بخش اعظم ساکنان شهر رودنی در قزاقستان که در این جلسه حضور داشتند ضد این پیشنهاد برآمدند. همه شما 90% آنهایی که میخواهند نام را تغییر دهند به سابق شوروی استناد میکنید، ولی من فقط میخواستم یادآوری کنم که شهر رودنی محض با شرافت حکومت شوروی بنیاد شده است. اما کارچگین را با سبب به احساسات داده شدنش از تالار بیرون کردند. ملت پرست قزاقستان برای قزاق‌ها می باشد و این هم از سفسطه‌های دیگر. جالب است در روسیه قهرمان‌های خلقی ما را که در سال‌های جنگ بزرگ وطنی اشتراک داشتند زمان اتحاد شوروی برایشان مجسمه می‌گذاشتند و به نامشان کوچه ها، ولی ما تلاش داریم هر چیزی را که با این دوره علاقمند است ریشه‌کن کنیم. حالا قزاقستانی ها در شبکه‌های اجتماعی طلب دارند که کارچگین به جوابگری کشیده شود، زیرا در سخن‌های او نشانه‌های برانگیختن کینه و عداوت دیده می‌شود. سیاستشناس عزیز گبیشو بر این نظر است که 50 سالگی اکتبر نام است از نگاه ایدئولوژی کهنه. در قزاقستان انقلاب اکتبر را سنه مهم نمی‌دانند و این روز را همچون عید تجلیل نمی‌کنند. به گفته مورخ و حامی حقوق بشر گلیم اگلیوف، قزاقستان در 30 سال استقلالش نتوانسته است که به مردم خود غایه معین ملی را پیشنهاد کند. ساکنان تهجوی این شهر شوروی محض از آن سبب تا حال وجود دارند که زندگی معاصر برایشان چنین نمونه‌ها را نشان نمی‌دهد. آدمان در اطراف خود واقعا قهرمانان، رهبران ملی را نمی‌بینند، زیرا این همه از جامعه شهروندی به وجود می‌آید و اگر جامعه شهروندی وجود نداشته باشد، اگر آن را محدود سازند، به حکومت‌ها آسان می‌شود که از بالا هر چیز را به طور دستوری بار کنند. روند دیگر کردن نام کوچه و شهرک‌های زمان شوروی در قزاقستان بعد به دست آوردن استقلال سر شد، اما نه همیشه سخن درباره گذاشتن نام‌های قزاقی می‌رود. برای مثال سال گذشته در شهر الماتا 2 کوچه به نام هنرمندان قزاق یوری پامرانتسیف و ولادیمیر تلاکونیکوف تغییر داده شدند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 نوامبر را فرا می‌گیرد. 27 نوامبر سال 1895 آلفرد نوبل دانشمند و ثروتمند شوید در پیام واپسین خود که در پاریژ امضا شد
тамоми сарваташро барои таъсиси ҷоизаи бузургтарин кашфиёти илмӣ корномаи адабӣ ва сулҳофаринӣ васият кард. ин ихтироъкори маъруфи замони худ $10 миллион сарваташро барои навовариҳо дар соҳаи физика, кимиё, тиб, адабиёт ва сулҳ васият кард, ки то имрӯз соле як бор тақдим ва бонуфузтарин ҷоизаи илмию ҷамъиятии ҷаҳон ба шумор меравад. бо як қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистони шӯравӣ 7 сол баъди таъсиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҳайати Тоҷикистон, соли 1932 шаҳри Хорух маркази маъмурии ин вилоят эълон шуд. ин шаҳр дар ҳудуди ноҳияи Шуғнон ҷойгир буда, аз дохилу атрофаш дарёҳои 5 ғунд ва шоҳдара мегузаранд. атрофашро кӯҳҳои баланди Помир иҳота карданд. боғи ботаникиаш маъруфтарин муассисаи илмию фароғатӣ аст. мушкили аслии 30,000 аҳолиаш бекорӣ дониста мешавад. дар ин ҷо соли 1992 нахустин созишномаи сулҳи тоҷикон имзо, аммо ба зудӣ дар саҳнаҳои ҷанги дохилӣ поймол гашт. 27 ноябри соли 2022 замоне ки аз ҳуҷуми Русия ба хоки Украина 9 моҳ гузашта буд, аз майдони ҷанг ба Тоҷикистон ҷасади Эҳсон Аминзодаро интиқол доданд. Аминзода аввалин қурбонии тоҷикистонии ин ҷанг дониста мешавад, ки исмаш ба расонаҳо роҳ ёфт. мақомот дар Тоҷикистон гуфтанд, на камтар аз 100 тоҷикистониро мақомоти рус аз зиндонҳо ба ҷанг дар хоки Украина бурданд. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روزه به 115-116 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 925 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 27 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.